ببینید من فکر کنم که اتفاقا بیشترین ارتباطی که ایران در خلال حالا همین چند دهه گذشته داشته ارتباط با آمریکا داشته. یعنی امریکا یه کاری انجام میده، ایران ضدش انجام میده، ایران انجام میداده، امریکا ضدش انجام میداده و همش در حال به هر حال زد و خورد بوده و یا همکاری. بالاخره شما آیا میتونید کتمان کنید که ایران و امریکا وقتی که به اصطلاح در مورد آزادسازی افغانستان همکاری نکردن؟ مثلا دولتی که در اونجا تشکیل شد نتیجه همکاری ایران و آمریکا بود و چقدر اون همکاری به نفع به اصطلاح یک دولت ائتلافی در اونجا در اومد. مگر همکاری ایران و آمریکا در عراق نبود که اصلا شیعه رو در عراق به عنوان یکی از اکثریت‌های مظلوم تحت ظلم تونست رو بیاره؟ والا کجا در عراق به شیعیان نخست وزیری میدادن و کجا به کردها که مظلوم بودن در عراق ریاست جمهوری میدادن؟ اینکه در عراق کردها شدن رئیس جمهور، شیعیان شدن رئیس دولت، نتیجه همکاری ایران و امریکا بود. یعنی ایران در اون مقطع متوجه شد که همکاری ما ایران و آمریکا نتیجهش رو اومدن شیعه است، نتیجهش تنش زدایی بین ایران و عراق که به نفع ایران بود و کرد. در نتیجه به نظر میرسه که ما از این به اصطلاح مقوله ها داشته باشیم. مثلا حالا به نظر میرسه، حالا من چون توی این سیاست های جاری نیستم، همش اخباری است که بنا به علاقه دنبال میکنم، به نظر من مثلا مسئله یمن و این مردم مظلوم یمن رو اگر بخوایم که اینا روبیان، این شاید به یه همکاری بین مثل از اون همکاری هایی که در عراق صورت گرفت، از اون همکاری هایی که بین بسیار در افغانستان صورت گرفت، به اون همکاری ها نیازمنده و شاید اون همکاری ما و غربی ها در رأسشون امریکا شاید بتونه اصلا قیچی بکنیم مسائل و به یک صلح پایداری در اونجا